کوپر اومدیم بیرون. بعد یه جای فرناز رفت تو فروشگاه، من بیرون با کوپر وایستاده بودم. بعد یه زن و دختر اومدن و کوپر مثلا رفت سمتشون، گفتن اگه نمیترسیم بیا جلو. زنه شروع کرد، دختر اومد بغلش کرد و بوسش کرد و اینا. زنه شروع کرد که من دخترم عاشق سگه ولی من میترسم از سگ، چون من بچه بودم پامو گاز گرفت. بعد من اینجوری بودم که پس حواسم هست که سمت شما نیاد. اینجوری بود که من چقدرم نازه. بعد کوپر نگاش میکرد که بره سمت جوی، نه ناز نیستی ولش کن. اینجوری بودم که حواسم هست که نیاد سمت تو. اینجوری بود که من خب گاز گرفته پامو دیگه، میدونید دیگه سختمه. بعد اینجوری که نمیذارم بیاد سمت تو. مگه این خرگوش میمونه. بعد کوپر دوباره نگاش کرد، نه مثل خرگوش نیستی. گفتم زن دهنتو ببند، نگاهتم نمیکنه، محلتم نمیذاره. بازی دخترش تمام شد، اومد بره. یه او زنه برگشت به کوپر کرد هاپ هاپ. و اینجور بودم که میخواری بیاد سمت دوتا پارس بهت بکنه، مرض داری زن.